مؤسسه‌های تعلیمی شهر لوکند از تعمیر اساسی برآورده شده پورا به سال نو تحصیل آماده میباشند. در تعلیمگاه‌های شهری باختر نیز تعمیر صنفخانه‌ها وسعت یافته انشاءات ساعت تا 1 اوگوست آماده کرده می‌شود. گزارش خبرنگاران ما در این خصوص. در همین ردیف همه 15 تعلیمگاه حدود شهر لوکند به سال نو خوانش آمادگی میگیرند. تعمیر اساسی در همه تعلیمگاه‌های شهر به مشاهده رسید. با دستگیری مقامات اجرایی و کارهای آبادانی جریان داشته کوشش میکنند که تا ابتدای ماه اوگوست صنفخانه‌ها و راهروهای دبستان را پورا تعمیر نمایند. در لیسه رقم دولتی یک شهر لوکند تعمیر رفته ایستاده است و قریب 70% صنفخانه‌ها از تعمیر برآورده شدند و ما باوری داریم که تا 17 اوگوست تعمیر را پورا به اتمام میرسانیم و در صنفخانه‌های تازه و آزاده طلبگان را قبول مینماییم. در انجام کارهای تعمیر و ترمیم مؤسسه‌های تعلیمی بیشتر خود آموزگاران حصه‌گذاری دارند. در تامینات میز و کرسی و دیگر وسایل تعلیمی مقامات اجرایی حکومت دولتی شهر لوکند مساعدت خواهد کرد. با کمک و دستگیری های کمیته پدر مادران و شخصیان سخاوتپیشه محل سه صنفخانه را پورا از تعمیر جاری برآورده ایم و تعمیر با مرام ادامه دارد و کوشش میکنیم که پورا مؤسسه را از تعمیر جاری براریم. مؤسسه‌های تعلیمی شهر باختر نیز به سال نو خوانش آماده کرده می‌شوند. تیار کردن تعلیمگاه‌های شهر باختر و مؤسسه‌های تا مکتبی قبل از همه با دستگیری مقامات اجرایی و اسوسیاسیون والدین جریان گرفته. کارهای ساخت و ساز و رنگ و بار بناها به واسطه از جانب خود آموزگاران به ثمر رسانیده می‌شود.